سوال دیگر، آیا موی سر را زن یا مرد رنگ کند جایز است یا نه؟ میگه اگر زن یا مرد موی سرشون رنگ کنند، فقط برای مردها رنگ کردن سیاه منع، یعنی ای سیاه پیامبر من کرده است که رنگ سیاه نکنید، دیگر هر رنگ کنه اجازته، لیکن برای زنها اجازته. زنها اگر موی های سرشون سیاه کنند، مثلا بسیارش مرا زنگ میزنن میگن که ما مثال موی های سرمون سیاه میکنیم، چشممون را سرمه میکشیم، خلاص خال میمانیم و همچنان در بینیامون انا نگینه میمانیم، همه اینا اجازت خواهر عزیز. هر زینتی که دارین بکنین تا مثال شوهرهای شما از زیبایی شما استفاده برن، خوشبویی کنین. از همه مهم استقبالش بگی. مردک که بیرون آمد یقین میدانی که او در بیرون بود، مشغول بود، در کار و بار بود. شاید همون روزی یکان روزای سخت میاد بر بالای مردک. عایشه مادرمون ببین با بوسه میکرد، پیامبر گسل میکرد، میدر آمد، باز عایشه مادرمون با بوسش میکرد. برای شما هم خواهر عزیز بوسه قطعی مردک گسل کن، با بوسه با مردک تا قبول کن. لیکن مردها هم پیامبر هم عایشه را بوسه میکرد، میدر آمد میبر آمد بوسه میکرد. چقدر زندگی خوب داشتن، نه؟ چقدر زندگی بامزه داشتن. برای همین این کارها را یاد بگیرین، اینا در زندگی ما و شما بسیار نقش مهم دارد. استاد جان، من مرد هستم، در آرایشگاه زنها را آرایش میکنم، آیا این گناه هست؟ البته ای نگاه دین مرد زن آرایش دادن یا زن مرد آرایش دادن درست نیست. یعنی دستی تو باید در موی سر زن یا در گردن زن یا در گوشای زن یا در دست زن باید نرسه از نگاه دین. برای همین این کار مقصد هنری همون موی سرتراشی و مثال همی کنتکه و دیگر هنرهایی را که داری در مردها استفاده ببر. زن باید زن آرایش بده، مردک باید مردک آرایش بده. برای همین این چیزها را اهمیت بتیم برادرای عزیز. این بخت و نگاه شریعت هم که درست نیست، ولی آیسته آیسته خود همین مردک ها هم دیگر همو مرد بدنشون همو قوت تواناییاتون و همه شاید دست میتین. برای همین این کار نکه برادر عزیز و گرامی کسی باشی. اگه من دیگر صحبتی دراز نمیکنم، یا نکته بس است اگر شعور است، ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدم با فهم خودش انشاءالله بسه. زنها را آرایش بتین، مردک ها را آرایش بتن. معنیش هر کس همون جنسی خودش.